درود به دوستان و همراهان عزیز. امروز راجع به کشور امارات و تنگه هرمز در خلیج فارس با شما صحبت میکنیم. کشور امارات چه منابع نفت و گازی داره، چه بنادری وجود داره، خطوط لوله‌ای که در کشور امارات هست و نقش امارات در تنگه هرمز و عبور و مرور بین الملل و مقایسه امکانات انرژی و نفت گاز با بقیه منابع نفتی در دنیا به چه صورت هست و صحبت هایی که پرزیدنت ترامپ راجع به بستن تنگه هرمز و نقش امارات و هدیه‌ای که ایران به پرزیدنت ترامپ داده امروز با شما صحبت میکنم. لطفاً با من همراه باشید تا به نتایج این موضوع دست پیدا بکنیم. امارات با موقعیتی که داره در جنوب خلیج فارس قرار داره و ارتباطی هم با دریای عمان داره در سمت شرق خودش و دارای 5 تا بندر بزرگ: فوجیره، شارجه، دبی، ابوظبی و رویس هست و به لحاظ موقعیتی که در خلیج فارس داره تونسته خودش رو در موقعیت جهانی برای هاب انرژی در یکی از هاب‌های مهم در منطقه و دنیا معرفی کنه، در کنار هاب‌های دیگه مثل وست تگزاس اینترمدیت، WTI و برنت تونسته هاب خودش رو به نام مبران برای قیمت گذاری نفت تعیین بکنه و خودش رو خیلی مهم جلوه میده در قیمت گذاری نفت در دنیا. شاخص نفت WTI تعریف میشه که مدل نفتی هست که میتونه ازش بنزین بیشتری تولید بشه و باقی مانده مایعات گازی و محصولات نفتی کمتر ازش باقی میمونه و بیشتر میتونه محصول ازش تولید بشه و سولفور خیلی کمی هم داره. نوع شاخص نفت برنت مثل WTI هست ولی این نوع نفت یه مقدار سنگین‌تره و از نوع دیزل و سوخت کوره بیشتر میتونین ازش استفاده بکنید. نفت مبران، شاخص نفت مبران نوع نفتیه که حالت سولفور کمتری داره و بیشتر میتونه دیزل و سوخت جت و تولید بکنه و بنزین کمتری ازش میتونید شما تولید بکنید. نوع نفت WTI API 39.6 با سولفور کم 24 درصد و قیمت امروز $98 هست در هر بشکه و شاخص نفت برنت گراویتی یا همون API 38 هست و 37 درصد سولفور داره و قیمت $112 و نفت مبران با API 40 هست و سولفور بیشتری حدود 8 درصد داره و قیمت نفت امروزیش به خاطر مسئله تنگه هرمز $146 هست که این قیمت خیلی بالا است. معمولا نفت مبران نسبت به نفت برنت و WTI حدود $10 8 تا $10 بیشتر نیست، ولی همونجور که میبینید این روزها تفاوت $40 با نفت وست تگزاس داره که خیلی قیمت بالا رفته و این قیمت اصلی و درستی نیست. در این جدول مقایسه بین سه شاخص نفت مختلف وجود داره و میزان تولید محصولاتی از هر بشکه نفت در این جدول ملاحظه میکنید. نفت‌های شیرین WTI جزء نفت‌های شیرین حساب میشه، در نفت برنت هم همینطور و نفت بومران به خاطر مقدار سولفور بیشتری که داره معمولا نفت‌هایی که کمتر از 0.5% گوگرد در اونها وجود داره جزء نفت شیرین حساب میشن، ولی چون نفت مبران حدود 8% نفت داره در واقع نوع نفت سبک ترش حساب میشه ولی خیلی نزدیک به نفت شیرین هست. میزان تولید بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما، نفتا و سوخت کوره و LPG را در هر شاخصه در هر بشکه نفت ملاحظه میکنید. از طرفی شاخص نفت WTI چون آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت و بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا هست، مصرف روزانه حدود 20 میلیون بشکه در روز مصرف نفت و معیونات گازی داره، ولی از طرفی حدود 13 تا 14 میلیون بشکه در روز بیشتر تولید نمیکنه و بقیه نفت رو از عربستان
و کشورهای دیگه وارد میکنه، مثلا از کانادا و ونزوئلا. همینطور در خلیج مگزی در این جدول ملاحظه میکنید حدود 6 میلیون بشکه، در ایگل فورد تگزاس 1.3، در نورد داکوتا 1.2 میلیون بشکه و از خلیج مگزی هم همینطور 1.9 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه. به همین خاطر WTO یکی از شاخصهای مهم نفتی در دنیا هست برای قیمت گذاری. شاخص نفت مبران در امارات قیمت معمولا بالایی داره به خاطر خاصیت نفتی که داره، بیشتر به کره، ژاپن و هندوستان صادر میشه در حجم بالا. نوع نفت دبی به قیمت صادرات در خلیج فارس ارتباط داره و بیشتر به چین و هندوستان صادر میشه و نفت عمان هم دنبال روی نفت دبی و عمان بیشتر به چین و شرق آسیا بیشتر صادر میشه و رقیب جدی برای نفت عربستان آرامکو، شرکت آرامکو و نفت کویت و نفت ایران همیشه هست. ولی شاخص مبران، نفت مبران تونسته خودش را در سطح بین المللی رقیب دو دیگه شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدییت قرار بده. در این نقشه میدانهای نفتی امارات رو مشاهده میکنید که بیشتر اون در دریا وجود داره. میزان کل ذخایر نفتی حدود 110 میلیارد بشکه هست در مخزنهای درجا، در خشکی و در دریا وجود داره. میزان به قبلا این مقدار حدود 5 تا 60 میلیارد بشکه بود ولی به نظر بزرگنمایی شده. در چند سال اخیر این رقم تا 113 میلیارد بشکه افزایش پیدا کرده و 90% اون بیشتر در سمت ساحل کشور شهر ابوظبی وجود داره، جزء شیخ‌نشین ابوظبی که بیشتر تولیدات نفتی هم به این قسمت شامل میشه. امارات شامل چندین میدان نفتی میشه که این در نقشه قبلا ملاحظه کردین. این میدانهای نفتی خیلی نزدیک به هم هستن. آپرزاکان 750,000 بشکه، لوورزاکان 400,000 بشکه که نفت سبک و ترش است. بوحسا 600,000 بشکه در روز جزء نفت مبران هست و میدان نفتی باب با 300,000 بشکه جزء نفت مبران هست که در مجموع 3 میلیون بشکه در روز تولید نفت داره کشور امارات. به خاطر اینکه این میدان نفتی به هم خیلی نزدیک هستن، خیلی راحت تر هستن و میدان نفتی و جمع‌آوری نفتا برای امارات آسان‌تره و اینا را انتقال میده به وسیله خط لوله به جزایر و بندرهای خودش که میتونه از اونجا صادرات داشته باشه. همینطور در عکس سمت چپ جزیره داس در خلیج فارس رو مشاهده میکنید که تأسیسات ذخایر نفت و پالایشگاهی در این جزیره ساخته شده و همچنین دو جزیره مورد اختلاف با ایران، جزیره آریانا و زردکو هست که این جزایر به ایران هم متعلق هست از قدیم و فعلا بر سرش بحث و گفتگو هست. بنابراین سه جزیره‌ای که همیشه میگن سه جزیره خلیج فارس، اینا 5 جزیره هستن: تنب بزرگ، تنب کوچک، بوبوسا، آریانا و زردکو جزء 5 جزیره هستن که جزء متعلق به ایران هستن و ایران روی اینا مالکیت داره. در همینطور از سال 2018 2019 شرکت انی ایتالیا و OMV اتریش با شرکت آدونیک امارات سهامدار و شریک شدن. انی 20% و OMV اتریش 15% شریک شدن برای تصفیه پالایش‌های نفتی در پالایشگاه رویس که این پالایشگاه در تاریخ 20 مارس با حمله پهپادها و آتش‌سوزی در این پالایشگاه فعلا تعطیل شده. در این جدول پالایشگاه نفت و گاز امارات می‌بینید. پالایشگاه رویس دو قسمت شرق غربی در مجموع 820,000 بشکه در روز محصول نفت رو تصفیه میکنن به دیزل، بنزین و انواع محصولات نفتی و پالایشگاه جبل علی 140,000 بشکه در روز
و پالایشگاه ابوظبی 85,000 بشکه، پالایشگاه فوجیره 80,000 بشکه و پالایشگاه همریا در شارجه هم 60,000 بشکه و پالایشگاه خفکان هم 40,000 بشکه در روز محصولات دارند. در مجموع 1,225,000 بشکه در روز نفت و پالایش میکنن و مصارف داخلی و برای صادرات آماده میکنن. در این نقشه میدانهای نفتی و گازی در خلیج فارس در قسمت میانی مشاهده میکنید. جزیره کیش، لاوان، همجور سکوهای سلمان، رشادت و سکوی مبارک در این نقشه مشاهده میکنید. ارتباط خطوط لوله‌های نفتی، خطوط زرد خطوط زیر آبی مربوط به انتقال گاز است و خطوط مشکی مربوط به خطوط زیرآبی انتقال نفت است که ملاحظه میکنید در قسمت‌های این میدانهای نفتی و گازی اشتراک داره با کشور امارات و از جزیره سیری همطور که میبینید ایران قابلیت انتقال و فروش نفت داره. همینطور در جزیره لاوان در شمال خلیج فارس و سکوی ساسان و سلمان همونجور که میبینید کشتی ها میتونن اونجا پهلو بگیرن و بارگیری نفت کنن. اگر به اطلاعات بیشتری میخوان میتونید به برنامه‌ای که من قبلا ساختم مربوط به جزیره خارک و برنامه دیگه مربوط به جزیره سیری، همینطور مربوط برنامه راجع به پرونده کرسن من درست کردم که به اونجا شما میتونید ملاحظه کنید و به نظر میاد قسمتایی که و نقشه‌هایی که با هم مطابقت میکنید این خطوط لوله زیرابی در قسمت‌های با امارات اشتراک داره و به نظر میاد از این خطوط لوله نفت ایران و گاز به امارات انتقال پیدا میکنه و اینا تمام باید بازرسی بشه چه مقدار نفت و گاز انتقال پیدا میکنه و احتمالاً در دور زدن تحریما ازش استفاده میکنه و کسی که به جزیره سیری و تاب بزرگ کوچک و بوبوسا به خاطر تردد کشتی ها در خلیج فارس بر این جزایر تسلط داشته باشه میتونیم بگیم که تسلط کامل به تنگه هرمز داره. بنابراین اختلافی که بین سپاه پاسداران و پرزیدنت ترامپ در بستن تنگه هرمز وجود داره مربوط به این قسمت میشه و سپاه پاسداران در بندر لنگه که نزدیک این جزایر هست اونجا امکانات نظامی داره و تسلط بر این جزایر داره و به نظر میاد که گفتگوهایی که صورت گرفته بنابراین برای عبور و آزاد کردن بعضی از کشتی‌ها در این منطقه صورت گرفته. در این نقشه که به وسیله سازمان اطلاعات مرکزی انرژی آمریکا ارائه شده همونجور که میبینید در خطوط که وجود داره با نقشه قبلی میتونید مطابقت کنید که از سکوی مبارک به سکوی سلمان و ساسان و خود ارتباطش با کشور امارات اتصال داره و همینجور خطوط که از قطر میاد با سکوی ساسان و بعد به امارات اینا با هم متصل هستن و به نظر از این خطوط لوله برای انتقال نفت و گاز به کشور امارات استفاده میشه و اینها با هم مشترک هستن و به همین خاطر از سالهای قبل که سپاه پاسداران همیشه تهدید کرده که به بستن تنگه هرمز و جلوگیری از فروش نفت کشورهای امارات، قطر، کویت، عربستان همیشه این تهدید داشته. خطوط که ملاحظه میکنین اجرا شده از پالایشگاه رویس تا شرق امارات در شهر فوجیره که ترمینال و اسکله اون رو ساخته شده برای ذخیره سازی نفت و صادرات. طول خطوط لوله حدود 370 کیلومتر و ظرفیت ذخیره سازی نفت خام تا 10 میلیون متر مکعب هست و ظرفیت صادراتی پایانه بیش از 2 میلیون بشکه در روز هست که به امارات امکانات میده در صورت بستن تنگه هرمز بتونه از این شهر و بندر فوجیره بتونه تنگه هرمز رو دور بزنه و صادرات نفتی خودش رو داشته باشه. در این جدول ظرفیت خط لوله ابشال فوجیره در کشور امارات رو ملاحظه میکنید که حدود 1.5 میلیون بشکه تا 2 میلیون بشکه در روز ظرفیت انتقال هست و تعرفه انتقال هر بشکه از این خط لوله بین 2 تا 3 دلار هست که روزانه
بین 3 تا 4.5 تا حتی 5 میلیون دلار میتونه درآمد داشته باشه این خط لوله. و کشورهای منطقه که اگه بخوان عربستان یا کویت از این خط لوله برای انتقال نفتشون و از تنگه هرمز عبور کنن و نفتشون رو به اصلی خط لوله انتقال بدن، هزینه‌ای که میتونن پرداخت کنن و نفتشون رو به راحتی از بندر فوجیره به تمام مناطق دنیا صادر بکنن. همینطور هزینه ذخیره‌سازی گازوئیل و منابع محصولات نفتی رو اگه بخواین در سه هاب بزرگ اصلی در فوجیره، در امارات و سنگاپور و شهر روتردام هلند مقایسه بکنید، هزینه هر بشکه در فوجیره 12 سنت هست. برای 1 میلیون بشکه بین 12,000 دلار تا 23,000 دلار هزینه میبره در روز. در سنگاپور بین 15 تا 27,000 دلار و در روتردام هلند بین 20 تا 35,000 دلار که معمولا گرونتر هست، هزینه ذخیره سازی گازوئیل و محصولات نفتی در مخازن وجود داره که شرکتایی که میخوان نفت رو انتقال بدن میتونن هزینه ها رو مقایسه کنن و باید پرداخت کنن برای انتقال و فروش محصولات نفتی خودشون. در این جداول مشاهده میکنید که نفت قیمت نزولی پیدا کرده، همونجور که من هفته پیش بینی کردم و قیمت نفت مبران حدود 146 دلار بود و من گفتم این قیمت خیلی غیر معقول هست و بسیار بالاست و تفاوتش با نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت حدود 5-6 دلار بیشتر نیست. همجور که میبینید قیمت برگشته به تعادل خودش و در جداول میبینید که قیمت نفت WTI 90 دلار، قیمت برنت 102 دلار و قیمت مبران 100 دلار پایین اومده و قیمت ها متعادل شده همونجور که خواسته آمریکا بود. من در هفته گذشته به شما گفتم قیمت نفت خوب برای شرکت آمریکایی به خاطر اینکه نفت ونزوئلا نفت سنگین هست و میخوان اون نفت استخراج کنن، قیمت نفت به حدود 85 تا 100 دلار براشون خیلی متعادل و خوبه تا بتونن نفت سنگین رو استخراج بکنن و بتونن به اونا رو تصفیه کنن به پالایشگاه در تگزاس در آمریکا برسونن، چون اونا نفت سنگین نیاز دارن و بعد بتونن به کشورهای دیگه صادرات داشته باشن. بنابراین قیمت در حدود 100 دلار مورد تقاضای آمریکا هست و اینا در این حدود نگه میداره که در این جدول شما مشاهده میکنید. همینطور در این جداول خطوط لوله نفتی و گازی در کشور امارات رو میبینید که خط فوجیره 370 کیلومتر طول، ظرفیت 1.5 میلیون بشکه در روز و خط لوله باب رویس طول 200 کیلومتر 1 میلیون بشکه در روز. خط لوله دازاکم جبل علی به طول 400 کیلومتر، ظرفیت 700,000 بشکه در روز که انتقال نفت دریایی ابوظبی و دبی رو به عهده داره و نفت رویس موربان حدود 150 کیلومتر و 1,600,000 بشکه قابلیت انتقال نفت دارن و همطور خطوط لوله شاه هبشان 264 کیلومتر 1 میلیارد فوت مکعب در روز، هبشان جبل علی 120 کیلومتر. همینطور کشور امارات یه مرکز اصلی هست برای فروش و انتقال و جابجایی نفت و محصولات نفتی. همطور که در این جدول می‌بینید نفت خام روزانه بین 30 تا 80 هزار بشکه در روز به فوجیره نفت انتقال داده میشه برای مخلوط کردن، چون نفتهای سبک و سنگین با هم مخلوط میشن برای فروش بهتر. همینطور سوخت کوره بین 20 تا 50 هزار بشکه، گازوئیل و فرآورده ها بین 5 تا 20 هزار بشکه در روز و در مجموع انتقال روزانه بین 150 تا 150 هزار بشکه در روز بسته به بازار و تحریم هایی که کمک به ایران میکنه و تفاوت میکنه هر روز. همینطور از بندر جاز، خارگ و بندر عباس نفت خام و فرآورده ها به امارات، فوجیره، جبل علی، شارجه انتقال داده میشه تا از اونجا با نفتای دیگه مخلوط بشه و بتونن صادرات بکنن نفتا و اینجوری یه مقداری نفت نامشخص بشه که صاحب اصلیش کی است و تحریما رو میتونن دور بزنن.
در بندر فوجیره امکانات زیادی برای ذخیره نفت وجود داره. همونطور که در عکس‌ها ملاحظه می‌کنید سرمایه‌گذاری زیادی در این بندر انجام شده و رقیب بندر سوهار در عمان هست. این در بندر فوجیره 42 تانکر بزرگ ذخیره نفت و محصولات نفتی وجود داره که تا ظرفیت 70 میلیون بشکه میتونن نفت رو ذخیره کنن و شرکت آدونیک ابوظبی، شرکت نفت ابوظبی داره سرمایه‌گذاری میکنه که این ظرفیت ها تا 110 میلیون بشکه بالا ببره و بتونه بیشتر از این بندر برای صادرات نفتی و محصولات نفتی به سراسر دنیا استفاده بکنه. همینطور در سمت ایران در روبروی بندر فوجیره بندر جاس قرار داره که با خط لوله گورجاز ظرفیت تا 1 میلیون بشکه نفت به انتقال به اونجا رو داره و از بندر جاس با پمپ‌های دریایی که تعداد 3 عدد هست توان بارگیری بین 700 تا 1 میلیون بشکه در روز داره و پایانه نفتی اونجا فعلا وجود نداره. به وسیله همین پمپ‌های شناور دریایی در فاصله 5 تا 6 کیلومتری از ساحل امکان بارگیری نفتکش‌ها وجود داره که معمولا نفتکش‌ها در کنار این پمپ‌ها پهلو میگیرن و از اونجا میتونن کشتی‌ها رو بارگیری نفتی بکنن و یه جوری تحریم‌های نفتی دور زده میشه و به خاطر نزدیکی فاصله 100 کیلومتری تا 120 کیلومتری از بندر فوجیره به وسیله تانکرهای کوچیک این نفت‌ها هم به بندر فوجیره انتقال داده میشه و از اونجا به جای با عوض کردن کشتی و نام نوع نفت رو به کشورهای دیگه فروش میرسونن و در واقع تحریم ها به این طریق هم دور زده میشه. از دیگر بندر کشور امارات بندر جبر علی هست که در نقشه مشاهده میکنید و در نقشه بزرگتر گوگل ارت ملاحظه میکنید که ظرفیت ذخیره سازی نفت و محصولات نفتی وجود داره که از این بندر امارات استفاده میکنه و در نقشه که داره در سرمایه‌گذاری که میخواد انجام بده با هندوستان که این گذرگاهی هست بندر جبل علی برای انتقال محصولات به کشور امارات، بندر جبل علی و از اونجا کریدور به عربستان و اسرائیل و انتقال به دریای مدیترانه. این گذرگاه استفاده میشه و بندر بسیار مهمی برای امارات هست بندر جبل علی که در صورت بسته شدن تنگه هرمز این سرمایه‌گذاری ها به مشکل برمیخوره و سپاه پاسداران این موضوع رو میدونه. به خاطر همین خیلی موشک بارون کرده. تعداد موشک ها و پهپادهایی که به امارات خورده در جنگ بین ایران و آمریکا تعدادش از موشک ها و پهپادهایی که به اسرائیل برخورد کرده خیلی بیشتر بوده و آمریکا در صدد هست که هرچه زودتر این تنگه باز بشه و امنیت انرژی و امنیت پایدار را برای این منطقه به وجود بیاره که سرمایه‌گذارا بتونن همه از این امکانات استفاده بکنن. بندر جبل علی امکانات زیادی برای ترمینال های نفتی و ذخیره کردن نفت و محصولات نفتی است. این بندر شامل 4 ترمینال مختلف است که استار انرژی تا 7 میلیون و 400 هزار بشکه و هوریزان شمیکال 424 هزار بشکه، هوریزان اپیکو 7 میلیون و 300 هزار بشکه و استار انرژی 4 میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام و فرآورده های شیمیایی میتونه ذخیره کنه که در مجموع بندر جبل علی ظرفیت نفتیش تا 19 میلیون و 800 هزار بشکه ظرفیت داره که میتونه از این ظرفیت استفاده بکنه برای انتقال و فروش نفت و ذخیره سازی نفت و محصولات نفتی. پس همونطور که دیدی کشور امارات ظرفیت زیادی برای تجارت و محصولات نفتی وجود داره. بندرهای جبر علی و فوجیره از مهمترین بندرهای این کشور هستند و امکانات زیادی دارند برای ذخیره سازی نفت و محصولات نفتی و تجارت بین المللی در امارات وجود داره و به خاطر موقعیتی که داره به راحتی تنگه هرمز را میتونه دور بزنه. بسته بودن یا نبودن این بسته در تجارت نفت اثری نداره ولی بسته بودن تنگه هرمز برای
گذرگاه آیمه که بین هندوستان و امارات میتونه محصولات تولیدی و جایگزین چین بشه، میتونه استفاده بشه. موقع تنگه هرمز بسته باشه این گذرگاه نمیتونه کار خودش را انجام بده و سرمایه‌گذاری که در این زمینه شده شاید به خطر بیفته. بنابراین آمریکا دنبال این هست که ثبات انرژی و امنیت پایدار را در این منطقه برقرار کنه و پرزیدنت ترامپ دنبال این هست که بتونه این منطقه در صلح و ثبات بمونه و امکاناتی نداشته باشه که بتونه جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران اونجا موشک پراکنی کنه. و مطمئن باشید که این به انجام نمیرسه و پرزیدنت ترامپ هرچه زودتر صلح رو به این منطقه برمیگردونه و بتونه سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه به خوبی انجام بشه. و پیشنهاداتی که ایران به پرزیدنت ترامپ کرده مطمئنا در نتیجه همین تردد و باز کردن گذرگاه برای تجار امارات و هندی هست که بتونن از اینجا استفاده کنن و پایداری خودشون رو داشته باشن. با من لطفا همراه باشین. من مهندس صفا هستم، اینجا کلاب نفت و گازه و این برنامه رو به دوستان و همراهان معرفی کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظرات پیشنهاد خودتان در قسمت کامنت ها بنویسید. ممنون و متشکرم از شما.